درود بر شما عزیزان. جلسه چهارم اختلالات خلقی با تمرکز با اختلال دو قطبی بایپولار دیس اوردر رو از مجموعه علوم اعصاب و روانشناسی برای زندگی روزمره من دکتر احمد شاکر حسینی با شما ادامه میدم و امیدوارم که به خصوص اطلاعاتی که در اینجا داده میشه برای خانواده ها و آگاهی اونها مفید باشه. کل این ویدیو رو میتونید در صفحه یوتیوب دنبال بکنید، چون نسخه کاملش اونجا به اشتراک گذاشته میشه و سوالاتتون رو هم اینجا یا اونجا مطرح بکنید و اگر فکر میکنید که به درد بقیه عزیزانتون هم میخوره میتونید با اونها به اشتراک بذارید. اما جلسه سوم تا اونجای پیش رفتیم، میگفتیم که فرد آنچنان با انگیزه میشه برای کارها که حتی تجربه ای رو که نداره رو به نمایش میگذاره و گفتیم که اگر فرد مراجعه بکنه مثلا به خونه برادرش یا خواهرش و اون بگه که مثلا ماشین لباسشوی من خرابه یا کامپیوتر من خرابه، بدون اینکه تجربه قبلی داشته باشه میگه که خب ابزار بیارید من این رو باز میکنم و باز میکنه و حالا اینکه بتونه اونو درست بکنه نکنه اینجا مهم نیست. مهم اینه که این جرأتمندی رو پیدا کرده، میتونه وارد تجاربی بشه که قبلا در موردش هیچ آگاهی و یا تجربه ای رو نداشته. پس اگه بخوام یه فلش بک بزنم به قبل، ما اومدیم گفتیم که فردی هست که تابلوی در واقع فعالیتیش از سمت خط نرمال، که گفتیم در افراد معمولی باید یه مقدار احساس در واقع ناخوشایندی یا یه مقدار احساس خوشایندی زیاد هر از گاهی متناسب با فعالیت‌های روزمره وجود داشته. ما این آدما سیر میکنه اون بخش در واقع شادمانیشون یا اون چیزی که ما به عنوان هیپرمانیا یا مانیا گفتیم به سمت مانیا میره که میتونه یک هفته در واقع فرد این احساس رو داشته باشه، احساس سرخوشی کامل رو داشته باشه و این در واقع زمان یک هفته میبینید خلق فرد بسیار elevated یا بالاست. معمولا ما نداریم فردی رو که در اینجا فقط و فقط احساس سرخوشی کامل بکنه. معمولا اینا کوموربید هستن و افراد بالای 18 سال به خصوص اگر از این اختلال رنج ببرن درصد زیادی از اضطراب رو هم در همین دوره شیدایی تجربه خواهند کرد و معمولا افراد 15 16 ساله که یعنی اون سنین آنست شروع بیماری، اینها ممکنه فقط و فقط اون دورهای سرخوشی رو چیکار بکنن، طی بکنن. پس اگه بخوام یه نگاه سریع بکنم به علائم و نشانه ها، گفتیم یک هفته است که اون فرد در اکثر اوقات یک روز به طور آشکار و به شکل غیر عادی میاد به صورت مستمر روحیه خیلی خوبی داره، خوش اخلاق و معاشرتی شده که قبلا نبوده در مورد این آدم، یا ممکنه خیلی زودرنج تحریک پذیر و حساس بشه، فعالیت ها و انرژیش به شکل غیر عادی با فزونی مواجه شده و زیاده و گفتیم که انرژی در واقع فراوانی رو داره و بیشتر میره صرف فعالیت های هدفمندی میکنه که قبلا وجود نداشته. من فقط اینا رو برای فلش بک دارم میگم. عزت نفس بسیار بالایی پیدا کرده. ما گفتیم عزت نفس باید متناسب با اون آشنایی که فرد با خودش داره، یعنی این یک عزت نفس کاذبی است که فرد باهاش مواجه شده و این اون چیزی که گفتیم در این جلسات انگیزشی که پول میگیرن از افراد و میبرن اونجا آدم ها رو بدون اینکه شناسایی از اون من واقعیشون داشته باشن، اینا رو با یک عزت نفس کاذب مواجهشون میکنن و اینجاست که میتونن به فعالیت هایی بپردازن که زندگی خودشون رو چیکار بکنه، به خطر بندازه، خودشون رو خیلی احساس خود بزرگبینی میکنن، با منابعی ممکنه خودشون رو در واقع در ارتباط بدونن که مثلا بگه ما با چه میدونم یه منبع قدرتی هم در ارتباط هستیم که اینها یواش یواش اون علائم سایکوتیک رو هم ما توشون میتونیم ببینیم. نیاز به خوابشون کاهش پیدا میکنه، چیزی حدود 3 ساعت ممکنه که در واقع بخوابن و بعد بگن که من خیلی پر انرژی ام. در مورد معاشرتی شدن و پرحرفیشون هم قبلا گفتم در تایپ یک و فرار افکار دارن، احساسشون
در واقع یک جوریه که این افکار فکر میکنن که خیلی به سرعت از ذهنشون داره عبور میکنه و اینجا اونجایی بود گفتیم میگه نمیتونیم ورود بکنیم به این پرحرفیشون و قطع بکنیم این ماجراشون و فعالیت هاشون زیاد میشه تو پروژه هایی که تخصص ندارن. در واقع اون قسمتی که مربوط به فعالیت های جنسی و سکسشون میشه اینها هم خیلی افزایش و لجام گستیخته میشه و ممکن حتی رفتارهای پرخطر جنسی رو تجربه بکنن و دچار آلودگی بشن و خودشون و دیگری رو هم دچار آلودگی بکنن، سرمایه گذاری های احمقانه بکنن. و این نکته‌ای که مهمه اینه که مجموعه این علایمی که من برای شما گفتم توضیحاتش رو در عملکردهای روزانه فرد اختلال ایجاد میکنه. یعنی عملکرد شغلش، سر کار نمیتونه بره، اگه سر کار بره با همکاراش دچار مسئله میشه و ممکنه اخراجش بکنن، تحصیلش رو نمیتونه ادامه بده، روابط خانوادگی اگه یه پارتنری داره، اگر ازدواج کرده با طرف مقابلش دچار مسئله میشه که ما میگیم دیسفانکشن پیدا کرده و فعالیت های در واقع روزانهش دچار اختلال شده و معمولا هم این افراد نیاز به بستری شدن رو پیدا میکنن. و گفتیم که الزامی نداره که در این دوره همراه با افسردگی باشه و میتونه قبلش افسردگی رو تجربه کرده باشه، ولی ما صحبتمون این یک هفته خاصه و یا بعد از اینکه این یک هفته سپری شد و یه مقدار فروکش کرد این حس سرخوشی خیلی فراوان، اون وقت تجاربی از افسردگی عمده رو داشته باشه، یعنی یک دفعه از این بالا بیاد و دان بشه. اینکه ما چه چیزی رو افسردگی عمده نام میبریم، من در مبحث افسردگی عمده اشاره کردم، ولی اینجا دوباره یه فلش بک میذارم. گفتیم که خلق یک فرد اگر غیر طبیعی کاهش پیدا بکنه، باز اینجا یه بازه زمانی میگذاریم، میگیم که 2 هفته طول کشیده، یعنی این خلق بسیار پایین 2 هفته است که در فرد وجود داره، به طوری که چند تا 5-6 تا علامت خیلی بارز رو در این افراد میتونیم ببینیم که عملکردهاش رو نسبت به قبل به طور فاحشی دستخوش تغییر کرده. اینکه یکی خلق افسرده داره، در واقع داون شده به لحاظ خلقی، از دست دادن علاقه ها و یا لذت هایی بوده که قبلا تجربه میکرده. یعنی اگه یه چیزی بهش میدادی خوشحال میشده، اگر یه مهمونی میرفته خوشحال میشده، الان 2 هفته است که کلا نه چیزی خوشحالش میکنه و نه تمایلی در واقع به این جریانات داره. معمولا فرد در بیشتر روز و یا در تمام در واقع دوران شبانه روز خلق افسرده داره. این موضوع میتونه توسط اظهار بیانی خود فرد باشه یا اینکه اطرافیان و دوستان و مراقبین فرد این رو چیکار بکنن، گزارش بکنن که این آدم احساس تهی بودن داره، احساس غمگینی داره، احساس ناامید بودن داره، گریه میکنه یا در شرف گریه کردن دائما، چشمهاش مثلا پر از اشکه. و این در مورد افراد بزرگسال، در مورد اون افرادی که سنشون کمتر از زیر 18 ساله ممکنه به صورت زودرنجی و یا حساس بودن و زود خشمگین شدن چیکار بکنه، خودش رو نشون بده. به فعالیت ها هیچ علاقه ای نداره. دیدید در فاز مانیا فرد بسیار علاقه من بود که وارد فعالیت های هدفمند بشه، تو اینجا تقریبا هیچ علاقه ای به شرکت در هیچ فعالیت هدفمندی رو نداره و تقریبا در تمام شبانه روز احساس بی‌علاقگی میکنه، باز دچار مشکل خواب میشه. انتظار داریم این افراد دچار کمبود خواب بشن، کمبود خورد و خوراک بشن، بی اشتهایی بشن، ولی داریم افرادی رو که ما به اونها میگیم افرادی هستند که بالعکس هم پرخور میشن و هم خوابشون در واقع زیاد میشه. حالا یه درصدی از کاهش وزن یا افزایش وزن رو هم تو ملاک ها آوردن که خیلی تو اینجا در موردش نمیخوایم صحبت کنیم، گفتیم بس بحث بیخوابی رو دارن و در اینجا میتونن علاوه بر این پرتحرکی روانی رو تجربه بکنن یا کم تحرکی روانی، جزو اون مواردیه که میتونه حتی رو حرکت این افراد و جنب و جوششون هم تاثیر گذاشته باشه. حالا از اینجا به بعد این خلق افسرده گفتیم ارتباطی به
تایپ یک دو قطبی نداره. میخوام دیگه وارد اون قسمتی بشیم که ببینیم اگه در مورد یک اختلال دو قطبی داریم صحبت میکنیم. اگه یادتون باشه گفتیم قطب شیدایی، قطب نیمه شیدایی و قطب افسردگی عمده. گفتیم این افسردگی عمده، این علائمی که من به شما گفتم، میتونه یونیپولار باشه، یعنی فرد فقط از افسردگی ماژور یا عمده رنج ببره با این علامت هایی که الان بهتون گفتم. ولی اگر اینها در یک فرد دو قطبی، معمولا این فاز افسردگی عمدهشون میتونه ترکیبی با افسردگی ملانکولیک باشه که قبلا بهتون توضیح دادم، و یا اینکه همراه با علائمی باشه که درصدی از علائم سایکوز رو هم یا روانگسیختگی رو هم به خودش اختصاص بده، مثل اینکه توهم داشته باشن، مثل که هذیان ها، انواع اقسام هذیان ها، هذیان های گزند آسیب، هذیان هایی که احتمال میده که فرد با یک منبع لایزالی مثلا در تماس. و اینجا ما نشانه های بارزتری رو در این فرد میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم دنبال بکنیم. خب همونجوری که گفتم معمولا وقتی که این اتفاق میفته به دلیل اختلافی که در لوب پریفرونتال، یعنی در لوب فرونتال و ناحیه پریفرونتال کورتکس اتفاق افتاده، یعنی تقریبا اینجاها در دو سمت به لحاظ شناختی و کاگنیشن هم فرد دچار مسئله میشه، توجهش دچار مسئله میشه، حواس پرتی پیدا میکنه، حافظش دچار مسئله میشه، و به همون نسبت تصمیم گیری، حل مسئله، استدلال و نوع تفکر، بازبینی تفکر در این افراد به طور عمده دچار نقص عمل کرد میشه. و اینجا اونجایی که احتمال سویساید و خودکشی برای فرد در واقع ما داریم. پس ما فردی رو داشتیم که حالا این بار در فاز دوی اختلال افسردگی، اگر به این تابلو نگاه کنید، اتفاقا دیگه خیلی الیویتد نیست، یعنی مانیا رو کار نداره. کافیه 4 روز پی در پی علائم مانیا در تایپ نوع یک رو داشته باشه که ما بهش میگیم منتها با درصدی پایین تر. باز هم اینجا اون علائم سرخوشی وجود داره با یک تفاوت هایی که الان اشاره خواهم کرد، که ما میگیم که اینجا دیگه هیپرمانیاست، یعنی یک مانیایی با درجه کمتر داره در واقع درگیری داره، ولی و 4 روز این طول میکشه، ولی این همزمانه با تجربه یک در واقع فرود به افسردگی عمده با علائمی که من برای شما برشمردم. اما نکته خیلی مهمی هست که زمانی ما میتونیم بگیم که یک فرد اگر این علائم رو داشته باشه ما باید نگران بشیم و فالو آپ بکنیم که این نشانه ها ناشی از یک بیماری دیگر همزمان نباشه. یعنی چی؟ یعنی شما یک فردی رو دارید که مثلا این فرد قبلا به اسکیزوفرنیا تشخیص گذاری شده، حالا اگر همزمان این علائم سایکوتیک و اینها هم داخلش باشه، خب اون اسکیزوفرنیا غالبه بر این بیماری دو قطبی. یا اگر ما فردی رو داشته باشیم که سوء مصرف مواد پیدا کرد، یعنی خوب بوده تو یک جا رفته در واقع 2 جلسه 3 جلسه ماریجوانا مصرف کرده، به خصوص که گفتیم اینا جزو اون عوامل محیطی است. یادتونه من در عوامل محیطی که گفتم که فرد میتونه با توجه که این بیماری غالب در درون ذاتش ژنتیکه، فرد آمادگی ژنتیک داشته ولی زندگی معمولی داشته تا اینکه یه اتفاق افتاده، اتفاق در محیط بوده. به عنوان مثلا گفتیم که فردی است که مهاجرت کرده، الیویت شده و توی اونجا ارتباطات شاید دست داده، دوستان شاید دست داده. حالا مثلا اگر به یه کشوری مثلا فرض کنید که این مواد در دسترس دارن، مثل هلند مهاجرت کرده، نوجوانه و در اونجا دسترسی داره، اگر که در واقع این دسترسی براش فراهم بشه میتونه همزمان سویچ آن بکنه، کلید رو روشن بکنه، بیان ژن رو و علائم رو در واقع تغییر بده. حالا یه وقت است که فرد با سوء مصرف مواد هست که اون علائم مانیک رو از خودش داره نشون میده یا هیپر مانیک رو داره نشون میده، ما باید به این توجه داشتیم، مهمه. ولی الزاما تشخیص گذاری اختلال دو قطبی رو ما در موردش نمیتونیم داشته باشیم تا اینکه فرد دچار در واقع یعنی معاینه بالینی و روانی بشه توسط متخصص و سایر علائم رو در اونش چک بکنن، سوابق رو چک بکنن و تشخیص گذاری رو بکنن. حالا
نکته ای که اینجا مهمه تشخیص گذاری به موقع و تشخیص گذاری درسته. از حرفایی که من زدم شما ببینید ما چقدر به لبه های باریک رسیدیم. حالا دوستانی هم مثلا که مثلا میگن این علائم در شخصیت مرزی هم وجود داره، بوردرلاین دیسوردر، یا در سایر اختلالات شخصیتی هم ما ممکنه یه همچین علائمی رو ببینیم. اینجا دیگه هنرمندی اون درمانگره که با چه تیزبینی بتونه اینها رو از همدیگه تفکیک بکنه. هرچند اختلالات شخصیت هم جزو اختلالاتیه که خانواده ها رو باید نگران بکنه. اگر این علائم وجود، ما با برچسب اسم خیلی کاری نداریم، ما میگیم یک فردی بوده که این علائم موجب شده که عملکردهای روزانه شخصی، شغلی، اجتماعی و خانوادگیش دچار نقص عملکرد بشه و فرد و خانواده و اجتماع رو با درصدهای مختلفی دچار آسیب بکنه، استقلال شخصی فرد از بین بره، امنیت خود فرد و دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. یکی از در واقع موارد خیلی مصطلحی که در خانواده هایی که افراد با در واقع اختلال خلقی دو قطبی تایپ یک به خصوص و در تایپ دو هم وجود داره مواجه هستن، فحاشی این آدمه. یعنی این آدم مثلا نسبت به در حضور پدر و مادرش و اعضای خانواده یکش هیچ وقت فحاشی نمی کرده، مواظب بوده. یعنی چی؟ من در بخشی از این کلیپ هایی که گذاشتم یه جا در مورد تقریبا در همه جا در ارتباط با نقش پریفرونتال کورتکس دارم به شما توجه میدم. گفتیم این ناحیه است که مهار رو ایجاد میکنه، یعنی نگفتن رو. یعنی گشنمه به من میگه که اگه گشنته نمیتونی بری دزدی کنی بخوری، این نست و به تو رو یاد زندان میندازه، یاد پلیس میندازه و میگه که باید سرکوب کنی، اگر پول تو جیبت هست باید بدی بخری، اگر پول تو جیبت نیست باید یک راه منطقی برای رفع گشنگی پیدا کنی. برای رابطه سکشوالش به همین شکل، برای پول درآوردنش به همین شکل، برای گفتار. یه وقت است که یک فرد 18 ساله است در جمع هم دبیرستانی ها در یک محیطی قرار میگیره که اونها حرفهای ناجوری رو میزنن، اصطلاحات مؤدبانه ای رو استفاده نمیکنن. خب این در اون جمع ممکنه متناسب با اون کانتکست و اون زمینه ای که فرد درونش قرار گرفته، در اون اجتماع یک عمل هنجار باشه. ولی انتظار داریم وقتی فرد میاد در درون خانواده که یک زن نشسته، مادرش هست، خواهرش هست یا سایر افراد خانوادهش هستن، این بخش بهش کمک بکنه کلمات و اصطلاحاتی رو از ذخیره لغات خودش استخراج کنه که متناسب حالا با این محیطه، و بگه که اون کلماتی رو که تو بین دوستات استفاده میکردی در درون خانواده نباید. این نباید ها از پریفرونتال کورتکس میاد. ما میبینیم به دلیل به هم خوردن فانکشن و عملکرد این ناحیه، حالا میخواد به دلیل سوء مصرف مواد باشه که علائم موقت رو ایجاد کنه و هنوز دائم نشده، یا متاسفانه کد ژنتیک رو فعال کرده و دائم شده و فرد با سابقه ژنتیکی که داشته مبتلا به تایپ یک یا تایپ در واقع دو شده. اگه زنان باشن که سریعتر این اتفاق میفته، ما فراوانی رو در زنان بیشتر میدونیم میبینیم، هرچند که سیر پیشرفت در مردان در واقع بیشتر باشه. پس این علامت بددهن بودن و عدم کنترل تکانه، یعنی اینجایی که میگیم فرد زود رنج میشه یا حساس میشه، یه وقت است من حساسیت رو در قالب قرمز شدن رنگ پوست، در قالب هرس خوردن میبینم، و یه وقت است دیگه کنترل تکانه ندارم، گلدون پرتاب میکنم، تلویزیون میشکنم، فحاشی میکنم. اینها دیگه اون مواردی است که نشون میده به لحاظ اون فرایندهای عالی شناختی، فرایندهای عالی اجرایی، یعنی اون بخشی که ما رو منحصر به فرد کرده در اجتماع، در میان گونه های دیگر به درستی فرمان نمیده و اون چیزی که ما ازش به عنوان پریفرونتال کورتکس یا کورتکس پیش پیشانی، اگر این پیشانی باشه قسمت های جلوتر، پیشانی یعنی یه مقدار عقبتر، یعنی یه مقدار پشت در واقع این ناحیه که مختص ما آدم هاست. ممکنه یک میمون یا یک پریمات اینها رو داشته باشه ولی سیمکشی بینشون نشده، یعنی ممکنه عضو رو داشته باشه ولی کانکشن هایی که باید بیان به نواحی مختلف متصل بشن، حافظه رو استخراج بکنن از دایره کلام، لغات متناسب با اون کانتکستی که فرد درش قرار گرفته رو انتخاب بکنن که حرف نابجا نزنه. در دانشگاه از یک سری، الان من
این مباحث رو دارم برای زندگی روزمره مطرح میکنم. قطعا اگر در یک کنگره علمی بخوام مطالبم رو ارائه بدم، باید 80% این رو از اصطلاحاتی استفاده بکنم که برای اون جمع بیشتر قابل فهمه تا برای جمعی که من الان در حال صحبت کردنم و اون بیشتر خانواده هاست، چون هدفمون نوروساینس در زندگی روزمره است. پس من مغزم داره بهم کمک میکنه که تو داری برای آدینس یا برای مخاطبین صحبت میکنی که خیلی نباید انگلیسی صحبت کنی، خیلی اصطلاحات آنچنانی نباید به کار ببری، موضوعات رو باید ساده کنی، ولی سعی کنی که در واقع از اصل مطالبی که در ریفرنس های در واقع علمی اومدن ما چیزی رو برای شما کم نکنیم و بیشتر شما رو آشنا بکنیم که اگه این علائم رو دیدید تا چه حد نیاز داره که اینا رو فالوآپ بکنید. حالا تا اینجا بس شما الان فهمیدید تقریبا علائم هر دو تایپ آ و بی یا تایپ یک و تایپ دو چیز. گفتیم باز اون چیزهایی که در تایپ یک اتفاق میفته تفاوت عمده اینه که مثلا طرف یه دفعه احساس روحانیت میکنه، احساس اشراق میکنه، احساس این میکنه که در یک مرتبه بالایی از عرفان قرار گرفته و میتونه مسائل رو از یک کانال دیگه در واقع بالا به پایین نگاه بکنه که دیگران این نگاه رو ندارن، درگیر مراسم مذهبی خیلی شدید بشه در مثلا اون 7 روزی که به طور خاص ما در موردش داریم نام میبریم. دائما میبینیم فرد قبلا اصلا اهل عرفان و دین و خدا و پیغمبر نبوده، ولی در این یک هفته یا در این 4 روز خیلی گرفتاری در واقع بیشتر شده، دیگران رو دعوت میکنه به عرفان و به این موارد. اما اون چیزی که باز نکته ای که الان یادم اومد ممکنه قبلا نگفته باشم، در تایپ نوع یک انقدر شدت علائم زیاده که فرد دیسفانکشن پیدا میکنه، سر کارش نمیتونه بره، سر دانشگاهش نمیتونه بره، روابطش با همسرش و پارتنرش به هم میخوره. ولی در تایپ دو که گفتیم از هیپومانیا یا مقدار نیمه سرخوشی که طبق این جدول گفتیم ببینید به لحاظ خطی نزدیکتر به خط یک آدم طبیعی است، داره تجربیات رو انجام میده، ولی اینجا سر کارشو میتونه بره، رانندگیشو میتونه انجام بده و این پریفرونتال کورتکسی که گفتیم تماما مختل نشده. یک بخشایش داره کار میکنه، هرچند علائم رو به صورت 4 روز خانواده ها میتونن تریس بکنن که وجود داره. حالا این که 4 روز باشه، 7 روز باشه، یه هفته باشه یا 3 روز باشه، اینا خودشون محل نگرانی است. یعنی تا کجا من یک فرد طبیعی، بچه منه، برادر منه، شوهر منه، رفتاراشو میشناختم، 3 4 روزه که حالا من اگه میگم 4 روز یک هفته، شما بیا آقا این 5 روزه اینجور شده، 6 روز و نیمه، چون به 7 روز نرسیده. اکثرا خانواده ها برای انکار از این کلید واژه های ما استفاده میکنن. ما میگیم یک فرد طبیعی که، حالا نمیگیم طبیعی، یک فردی که رفتاری رو داره خودش نشون میده قبلا نشون نمیداده، این باید چرا خطر رو برای شما روشن بکنه. حالا میخواد 4 روز باشه، میخواد 7 روز باشه، بقیه رو شما باید اجازه بدید که متخصصین سلامت روان اینها رو بررسی بکنن. اینکه به کجا باید مراجعه کنم، رفتارهایی که در واقع باید انجام بدم، چی کارا باید بکنم، موضوعی است که من در یک دو پست آینده با شما ادامه خواهم داد. این فقط جمع و جمع‌بندی این بود که اختلال دو قطبی چیست، چه علائمی داره، ما کجاها باید گوش به زنگ بشیم، در کدوم نوع فرد نقص عملکرد کامل پیدا میکنه، در کدوم نوع نقص عملکرد ناقص پیدا میکنه، چقدر میتونیم نگران بشیم، سابقه ژنتیک چقدر اهمیت داره در این موضوع. وقتی که در مورد اپیژنتیک تغییرات محیطی با شما صحبت کردم، یعنی مامانای خانواده، کسایی که در واقع دارن غذا درست میکنن، پدرای خانواده باید گوش به زنگ باشن. خب توی اینجا مصرف الکل اگر تو خونه در واقع زیاد رواج داشته باشه، سوء مصرف برخی هم مواد اگر در خونه زیاد وجود داشته باشه، غذاهای فست فود تایپ اگر، یا جانک فود ها یا غذاهای به درد نخور، به خصوص برای کسایی که سابقه خانوادگی دارن، تو خونه زیاد مورد استفاده قرار بگیره، محیط پر استرس خونه، دعوای دائم زن و شوهر، یک محیط عصبی به درد نخور، اینها همه و همه دست به دست همدیگه میدن و میتونن فرد رو هل بدن به سمت یک اختلال که اون وقت شما این علائم رو بتونید چیکار بکنید، تجربه بکنید. حالا اگر این علائم رو در افراد نزدیک به خانوادهتون یا اگرشون جزء مخاطبین بشید که در خودتون احساس میکنید یک زنگ خطری رو باید روشن کرده باشه، برای اینکه این رو بتونید پیگیری بکنید تا ما بتونیم یا همکاران ما بتونن تشخیص به موقع، تشخیص
دقیق و بعد از اون طرحریزی درمان رو بکنن که ما بتونیم حداقل جلوی سیر رو بگیریم و استقلال فردی و اون آرامش رو چیکار بکنیم تا حدی که امکان پذیره به خانواده ها برگردونیم. سپاس که من رو شنیدید و دیدید و اگر دوست دارید که ویدیوها براتون بیاد، نمیدونم، از این بازیایی که اون زنگوله ها رو روشن کنید و اینا رو انجام بدید که از وجود ویدیوها آگاه بشید.